بچه‌های قشقایی، من یه ویدیو به دستم رسیده، این هستش. زندانی سیاسی بودی چرا این پرچم رو گرفتی دستت؟ ببین این برادر من کشت. نه من نمیخوام بهت فوش بدم یا هیچی هم بهت بگم. وایس 2 دقیقه صحبت. وجدانه حیف اون لباست نیست. این خامنه‌ای چند هزار نفر آدمو کشته. وجدانه. سوال میکنی جواب میخوای یا نه؟ ببین یه موقع هست شما به اصطلاح ساورنتی، یعنی در واقع کشور تو زیر یک چیز خارجی هست، اومده اونجا نشسته میگه من با بم اومدم اوکی یک کسی رو اونجا بشینم سر شما که حکومت کنه. اوکی عزیز من با من جنگ هیچ- مخالفی؟ من هیچ با جنگ مخالفی؟ اینو دستت نگیر. این زیر این پرچم هزاران انسان کشته شده. من نمیخوام بهت فوش بدم ولی میخوام برگردم. همین الان اینو واقعا قایم کن. ایشون اسمشون حسین مصطفوی هستش. خودشون و برادرشون از ایران اومدن ترکیه، از ترکیه اومدن یونان، از یونان رفتن کانادا. زمانی که یونان بودند بر سر چند تا از ایرانی کلاه گذاشتن، رفتن کانادا. اونجا هم که فکر کنم بنگاه املاک داشتن، الان هم که دارن برای جمهوری ننگین اسلامی فعالیت میکنن. دوستان، این لباس قشقایی با کلاه ناصرخان اسم برادرشون خسروخان قشقایی که در فیرزآباد با جمهوری اسلامی جنگیدند. درست هستش اونجا صدها پاسدار را کشتند، ولی بعد از اون جنگ خسروخان توسط جمهوری ننگین اسلامی اعدام شد بدون هیچ گونه دادگاهی. ولی ایشان فکر کنم نمیداند که این کلاه دوگوشی چه تاریخچه ای دارد و بچه های قشقایی در خیابان های ایران با گلوله های مستقیم جمهوری اسلامی جاویدنام شدند. در شهرزا، اصفهان، شیراز، کازرون، فیروزآباد، گهرم، فسا. ببینید ما بالای 100 نفر فقط امسال و پارسال جاویدنام داریم. دوستان، این افرادها واقعا افرادهایی هستند که خود فروخته هستند. من خودم در اروپا زندگی میکنم، در انگلیس، و چندین سال هستش که دارم فعالیت سیاسی میکنم برای بازگشت شاهنشاه ایران به ایرانمان. و همیشه در لندن بودم، در منچستر بودم، در دوبلین بودم، در مونیخ بودم. در همه شهرها که میرم میبینم که بچه‌های قشقایی دارند فعالیت میکنن که شاهنشاه ما برگردد به ایران. این افرادهایی هستند که بیشرف هستند، افرادهایی هستند که خودشون نمیتونن در ایران زندگی کنند، میآیند در کشورهای اروپایی کلاهبرداری میکنند و اینجا دارن برای جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. دوستان، ایشان از طایفه عمله هستند، در استان فارس زندگی میکنند و من بهتون قول میدهم که شاهنشاه ایران به همین زودی یا برمیگردد به ایرانمان و ایرانمان را دوباره ما میسازیم. پس بگویید جاوید شاه پاینده ایران.